فکر میکنید مردم خاورمیانه دارن به سمت دموکراسی میرن یا باز تولید استبداد؟ فرهنگ کشورهای مختلف خاورمیانه داره به سمت ارزش‌های مدرن و آزادیخواهانه میره یا ارزش‌های سنتی و مذهبی؟ به نظر میاد بخش قابل توجهی از خاورمیانه و شمال آفریقا همچنان دوره‌ای از گذار رو طی میکنه که با جنبش‌های بهار عربی در سال 2011 شروع به حرکت کرد. اگرچه با توجه به حوادث متعددی که طی دهه‌های گذشته تو خاورمیانه رخ داده، درک روند سیاسی این منطقه دشواره. یعنی به راحتی نمیشه گفت که این جوامع دارن به سمت مدرنیته و دموکراسی خواهی میرن یا برعکس به سمت سنت و بازتولید سیستم‌های استبدادی. در کتاب تقابل ارزش‌ها، دکتر منصور معدل، استاد جامعه شناسی در دانشگاه مریلند آمریکا، داده‌های تجربی تکان دهنده‌ای رو با ما به اشتراک میذاره که حکایت از برخورد بین بنیادگرایی اسلامی و ملیگرایی لیبرال تو کشورهای خاورمیانه‌ای داره. با تحلیل داده‌های برداشت شده از بیش از 60,000 مصاحبه رو در رو با بخشایی از مردم که ملیت‌های مختلف از 7 کشور مصر، عراق، لبنان، پاکستان، عربستان، تونس و ترکیه را نمایندگی می‌کردند، دکتر معدل و همکاراش عمق و وسعت برخورد ارزش‌های سنتی و مدرن رو بررسی کردند. این پژوهشگرا البته تلاش کردند از ایران هم به طور مستقیم داده‌های جمع‌آوری بکنن، اما متاسفانه با تقلب و دستکاری داده‌ها توسط همکارهاشون در تهران مواجه شدن که نشون دهنده بخش کوچیکی از فساد علمی در ایرانه. به هر حال این پژوهشگرها معیارهایی تعریف کردند برای فردگرایی ابرازی، تساوی جنسیتی، جدایی دین از سیاست یا سکولاریسم و تحمل مذهبی در برابر بنیادگرایی مذهبی و نشون دادن که عواملی که ارزش‌های لیبرال یا آزادی خواهانه رو تقویت می‌کنن، بنیادگرایی مذهبی و تمایل به اقتدارگرایی و استبداد رو تضعیف می‌کنن. با ارائه داده‌های جمع‌آوری شده در طی 3 دهه گذشته، دکتر معدل و همکاراش روندهایی رو در کشورهای خاورمیانه نشون میدن که حکایت داره از گردش به سمت سیاست‌های سکولار، دولت‌های مشابه غرب، تحمل مذهبی، هویت ملی و مقدار محدودی تساوی جنسیتی و همچنین کاهش قابل توجه در حمایت از اسلام سیاسی. با تمرکز بر این روندها، این پژوهشگران ادعا می‌کنند که جنبش بهار عربی فازی جدید از یک حرکت جمعی ارائه کرده که ریشه در ترویج باور به آزادی‌های فردی داره. روندی که در ایران هم به وضوح در جنبش زن، زندگی، آزادی، ظهور و بروز پیدا کرده.